خواهر سوال کردند که چرا در اسلام موسیقی و رقص حرام است. ابتدا به موسیقی می‌پردازم، سپس به رقص. در خصوص موسیقی رسول الله می‌فرماید که نواختن موسیقی در کل ممنوع است به غیر از نواختن دف. دیگر ابزار موسیقی به خاطر حرام گفته شده است توسط رسول خدا که اگر شما تحلیل کنید انسان را از یاد خدا دور می‌کند و به همین دلیل است که وقتی آهنگ‌های فیلم‌ها را می‌شنویم چه به زبان هندی، مالایایی، تامیل یا هر زبان دیگری متوجه می‌شویم که بیشتر اشعار با واقعیت فاصله زیادی دارند. برای مثال، قهرمان داستان ممکن است به قهرمان زن داستان بگوید من ماه را برایت پایین می‌آورم یا ستاره را برایت پایین می‌آورم. ما می‌دانیم که این غیر ممکن است. هیچ کس نمی‌تواند ستاره یا ماه را برای معشوقش پایان بیاورد. با این حال، ما به دلایل مختلف و هر چیز دیگری که در آن دخیل است، همچنان این کلمات را تکرار می‌کنیم. بنابراین قاعده عمومی این است که موسیقی می‌تواند انسان را از خدا دور کند. به همین دلیل است که پیامبر گرامی آلات موسیقی را به جز دف به طور کلی حرام اعلام کردند. برای مثال، وقتی کسی قرآن را با صدای خوب می‌خواند، این کار مجاز است، زیرا انسان را به سوی خدا جذب می‌کند. حتی نواختن آلات موسیقی، حتی به تنهایی باعث ایجاد یک فضای خاص می‌شود. در غیر آن سرودن بعضی از اشعار مباح یا اختیاری شمرده می‌شود، در صورتی که شما را به خدا نزدیک بسازد. حتی سرودن شعرهایی که شما را از خدا دور بسازد، اون قسم اشعار نیز حرام است. حالا به بخش دوم می‌پردازیم چرا رقصیدن ممنوع است. هیچ آیه در قرآن یا حدیثی وجود ندارد که صراحتاً رقص را حرام اعلام کند. اما به طور عام مردم زمانی که رقص می‌کنند تا آن را به دیگران نمایش می‌دهند، به طور مثال فستیوال رقص. ما اجراهای رقص روی صحنه داریم، مانند بهارات ناتیام که هزاران نفر آن را تماشا می‌کنند. بنابر دلایل حجاب آنها، ما نمی‌خواهیم زنان، مادران، خواهران و دختران ما را روی صحنه و در مقابل هزاران تماشاگر رقص کنند و همه آنها را تماشا کنند. پس هر حرفه‌ای که از بدن به عنوان وسیله‌ای برای نمایش و سرگرمی استفاده شود، ممنوع است. به همین دلیل رقصیدن در ملای عام یا در مهمانی‌هایی که اختلاط جنس مخالف وجود دارد ممنوع است. اغلب احکام رقص با احکام شریعت اسلامی در تضاد است. معمولاً رقص شامل دو نفر، زن و مرد، به طور عموم دوست دختر و دوست پسر می شود که در مقابل دیگران می رقصند. این کار نظام حجاب اسلامی را نقض می کند، به همین دلیل ممنوع است. باید متوجه باشید که وقتی می رقصید، اغلب این کار را در ملای عام، در مهمانی‌ها و در حال حرکت انجام می دهید. در غیر این صورت به تنهایی با همسرتان می توانید هر کاری که می خواهید انجام دهید تا زمانی که خلاف شرع نباشد. زن و شوهر می توانند هر کاری که می خواهند انجام دهند تا زمانی که ناقض قوانین قرآن و حدیث نباشد. با این حال، رقص و آواز خواندن بیشتر بدن را به نمایش می‌گذارد و مردم شما را تماشا می کنند. بنابراین قوانین شریعت و حجاب را زیر پا می‌گذارد. می توانید به ویدیویی من تحت عنوان حقوق زنان در اسلام، مدرن یا منسوخ مراجعه کنید که توضیح می‌دهد چرا مسلمانان از زنان خود محافظت می‌کنند، آنها را دوست دارند و به آنها احترام می‌گذارند. چون ما زنانمان را دوست داریم، از آنها محافظت می‌کنیم و ترجیح می‌دهیم آنها را به نمایش نگذاریم. به همین دلیل است که کارهایی که شامل آواز خواندن، رقصیدن یا مدلینگ در ملای عام می‌شود، برای زنان ممنوع است. امیدوارم پاسختان را گرفته باشید. Yeah.